درود به تمام اساتید، همکاران عزیزم در زمینه تهویه مطبوع. من در جزیره کیش و در کنار خلیج همیشگی فارس بدون هیچ گونه تعارف و معامله و کنفرانسی خلیج همیشگی فارس با شما در ارتباطم. چه مؤدبانه صحبت میکنم. آقا ما اومدیم بالا سر یه دستگاه VRF استریم، دستگاه خیلی خوب نصب شده. این دستگاه همونجوری که مشاهده میکنین 2 تا لوله از طبقه اول و دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم کشیده شده. قرار بوده اینجا قبلا دستگاه حالا داکت یا کستی نصب بشه. اومدن تمام این دستگاه ها رو با وانو بازش با وای برنج نصب کردن. همونجوری که مشاهده میکنید شاهکاریه برای خودش. یعنی از همینجا اومدن تمام اصول مهندسی رو یک تنه جابجا کردن و برای خودشون قانون نصب وضع کردن.